مدیریت پهنای باند اینترنتی مشابه مدیریت ترافیک شهریه. همونطور که همه میخوان به موقع به مقصد برسن، کاربران اینترنت هم دوست دارن کارشون بدون اختلال و بی‌وقفه انجام بشه. دیدن صفحات وب، دریافت و ارسال ایمیل، تماس‌های صوتی تصویری و بازی‌های آنلاین نیازمند ارتباطی بی‌وقفه‌اند که برخلاف تصور خیلی از کاربران، افزایش سرعت و پهنای باند اینترنت نمیتونه این ارتباط بی‌وقفه رو تضمین کنه. همونطور که استفاده نادرست از وسایل نقلیه باعث کندی حرکت و تراکم ترافیک میشه، بعضی از فعالیت‌های اینترنتی هم مثل استفاده از نرم افزارهای مدیریت دانلود که سعی در اشغال کل پهنای باند موجود رو دارند، باعث مسدود شدن مسیر برای سایر کاربردهای اینترنت میشه. امروزه برای استفاده از اینترنت مطابق با نیاز واقعی اپلیکیشن ها و برقراری ارتباطی بی‌وقفه نیازمند مدیریت پهنای باند اینترنت هستیم که برای اولین بار در ایران پارس آنلاین با بهره‌گیری از تکنولوژی روز دنیا اقدام به راه اندازی این سیستم مدیریت ترافیک اینترنت نموده است. این سیستم که به عنوان مدیریت ترافیک شناخته میشه، با نظم دادن به ترافیک اینترنتی کیفیت استفاده از اینترنت رو بالا میبره. از این به بعد همه مشترکین پارس آنلاین لذت و هیجان استفاده از بهترین کیفیت اینترنت رو تجربه میکنند.